دادگاه کشور پرمی روسیه دیروز 27 دکبر شاهنظر شوزافروفро که شهروندی هم تاجیکستان و هم روسیه را دارد در قتل بیرحمانه همسر حامله 21 سالش شبنم و پدر عروس 48 سالش حاجی قربان گناهکار دانسته شد و به حبس ابد محکوم گشت. ریاست تفتیشات کشور پرم خبر داد که دادگاه همچنین شوزافروف را با پرداختی بیش از 9 میلیون روبل تاوان به جبردیده ها وظیفه دار کرد. این حکم هنوز حکم قانونی نگرفته است. یادآور میشویم روز 10 دکبر ایبدار کننده دولتی نیز از دادگاه پرم برای شوزافروف حبس ابد طلب کرد. این حد اکثر جزا برای قتل 2 نفر از جمله زن حامله طبق قسم دومی ماده 105 کودکس جنایتی روسیه است. بنا به خلاصه تفتیشات و دادگاه روز 3 فوریه سال 2021 در کوچه یوسینین محله زاوستروفکی شهر پرم جسد آغشته به خون به سر بریده شبنم 21 ساله را در درون خانه و جسد پدر 48 ساله او حاجی قربان را در کوچه پیدا کردند. در این جنایت بلافاصله داماد خانواده شوهر شبنم را گناهکار کردند. نشریه های محلی خبر داده بودند که همان روز در کوچه یسنین حدود 100 نفر از زادگان تاجیکستان جمع آمدند که می‌خواستند خودشان جزای شوزافروف را برای قتل همسر و پدر عروسش بدهند، ولی پلیس او را از این سماسود نجات داد. در جریان تفتیشات شوزافروف 2 دفعه مورد تشخیص طبی روحی و روانی قرار گرفت و هر دو تشخیص به خلاصه آمد که هنگام قتل همسر و پدر عروسش سالم عقل بود. خود شوزافروف در رفت تفتیشات به گناه خود اقرار کرده گفته است که شبنم میخواست از وی جدا شود و کودک بطنش را اسقاط حمل ابورت کند. پدرش هم از این تصمیم او پشتیبانی میکرد و همین باعث نزاع خونین شد که با چنین فاجعه انجامید. در سر او نیت کشتن شبنم و پدرش پیدا شده او اول شبنم را کاردباران کرده، سپس با همان کار سرش را از تن جدا کرده است. وقتی شاهنظر از خانه بیرون میرفت در کوچه با پدر عروسش روبرو شده است و او را هم قریب 60 ضربه کار زده است. از شبنم 2 فرزند خردسال، یک پسر و یک دختر یتیم ماند. نگاه بینی آنها را عمک شبنم به دوش خود گرفت و کودکان را به تاجیکستان برد.